آموزش ثبت نام در صرافی توبیت. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو با همدیگه ببینیم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. در ضمن قراره به 10 نفر از دوستانی که به سرمایه اولیه نیاز دارن نفری 10 تتر هدیه داده بشه. ولی یه شرط داره. اگه میخوای شرط رو بدونی، پس ویدیو رو تا آخر تماشا کن. برای ثبت نام در صرافی توبیت ما از دو روش میتونیم استفاده کنیم که عامیانه ترینش اینه بریم داخل گوگل و سرچ کنیم صرافی توبیت یا همین توبیت خالی، فرقی نداره. انگلیسی یا فارسیش هم فرقی نداره، چه فارسی چه انگلیسی برای ما صرافی رو بالا میاره. خب وقتی سرچ کردیم صرافی توبیت رو، صفحه اولیه یا لینک اولیه رو روش کلیک میکنیم. ولی یکی از دوستان ما میگفت رفتم سرچ کردم صرافی توبیت و دیدم چند تا لینک یا صرافی اینجا داره به من نمایش میده، نمیدونستم کدومش صرافی توبیته. بنده خدا نمیدونست، بار اولش بود، نمیدونست که همشون صرافی توبیته و مشکلی نیست روی هر کدوم کلیک کنه. گفتم حالا که میترسی ثبت نام کنی داخل این چیزی که سرچ کردی، بیا من واسه یک لینکی میفرستم و روی اون لینک کلیک کن که با خیال راحت ثبت نام انجام بدی و واریزی هم داشته باشی، دیگه ترسی نداشته باشی از اینکه پولت یه وقت بپره، خدای نکرده. من همون لینک رو واسه شما داخل کامنت اول پین میکنم که همیشه بهش دسترسی داشته باشید. خب بعد از اینکه روی لینک کلیک کردید با همچین صفحه مواجه میشید که صفحه اولیه ثبت نام در صرافی توبیت هستش. اگه با این صفحه انگلیسی مواجه شدید و مثل خودم، حالا نمیگم کسی، مثل خودم انگلیسیتون خوب نبود، گوشه بالا سمت راست عکس کره زمین روش کلیک میکنید. هم داخل گوشی هستش هم داخل کامپیوتر و لپتاپ، فرقی نداره. وقتی روی کره زمین کلیک کنید اینجا با چند تا زبان مواجه میشید که زبان فارسی هم حتما داخلش هست و روی زبان فارسی کلیک میکنید و چند ثانیه چند دقیقه صبر میکنید تا وبسایت براتون فارسی بشه. داخل نرم افزار گوشیش هم به همین شکل، فرقی نداره. خب بعد از اینکه فارسی شد شما دیگه راحت میتونید اینجا رو بخونید که چی میخواد. اینجا گفته لطفاً شماره تلفن همراه یا ایمیل را وارد کنید. اینجا گفته لطفاً رمز عبور خود را وارد کنید. گزینه اولی ایمیل خودمون رو وارد میکنیم. بعد از اینکه ایمیل خودمون رو وارد کردیم باید رمز عبوری هم برای خودمون انتخاب کنیم. این عکس چشمی که اینجا گوشه سمت چپش هست رو فعال کنید که رمز رو ببینید. یک رمز عبور که بخواید وارد کنید باید قوانین وارد کردن رمز هم به قول معروف بلد باشید. اینجا اولین گزینهش میگه کاراکترهای 8 تا 40 تا وارد کن، یعنی کمتر از 8 تا نباشه، کمتر از 8 تا نباشه، بیشتر از 40 تا هم نباشه. پس من 1 2 3 تا 8 تا انتخاب کردم برای اینکه شما متوجه بشید. شما از این رمز استفاده نکنید، رمز قوی‌تر، اعداد در هم بر هم استفاده کنید. خب بعد از اینکه 1 تا 8 تا انتخاب کردم، کاراکترهای 8 تا رو انتخاب کردم، میتونم 40 تا هم باشه، 8 تا انتخاب کردم. میام گزینه دومی میگه ضروری است که از حروف بزرگ و کوچک استفاده کنید و حتما این حروف باید انگلیسی باشه. یک حروف کوچیک میزنید، یک حروف بزرگ. وقتی حروفا رو وارد کنید میبینید که تیک دومی هم برای شما سبز میشه، تیک سومی هم اولش سبز شد چون از اعداد استفاده کردیم
حالا تیک چهارمی هم باید سبز بشه. اینا چیه؟ میگه یکی از نمادها رو انتخاب کن. مثلا ادساین بزن، علامت تعجب بزن، علامت سوال بزن، فرقی نداره. که من همیشه خودم ادساین میزنم. ادساین بهتره دیگه، فراموشش هم نمی کنم. اینجا سعی کنید رمزی بزنید که فراموشتون نمیشه و کسی هم نمیتونه حدس بزنه چیه. دوستتون بالاخره، چه میدونم آشنایی کسی یا کسی پیشتون اصلا، سعی کنید از کد ملیتون استفاده نکنید، از شماره موبایلتون استفاده نکنید. حالا یه چیزی باشه که نه یادتون بره نه کسی حدسش بزنه، که خیالتون راحت بشه، هک نمیشه حسابتون به این راحتیه. بعد از اینکه ایمیل رو وارد کردید، رمز رو هم وارد کردید که این 4 تا ثبت شده بود، میایید پایین. اینجا شناسه دعوت داره که اختیاری، اگه اینجا چیزی نبود میتونید از این شناسه دعوت من استفاده کنید که اونم اگه دوست داشتید. بعد از اینکه ایمیل و رمز رو وارد کردید، اینجا روی گزینه برای دریافت جوایز ثبت نام کنید کلیک میکنید. کلیک میکنیم و صبر میکنیم تا تایید بشه حسابمون. بعد از اینکه حساب تایید شد، یک رمز تاییدی برای ایمیل ما میفرسته که الان رمز داخل گوشی من میاد یا ایمیل من میاد و اونو وارد میکنم. خب رمز اومد و من اونو واردش میکنم. خب رمز رو وارد کردم و ثبت نام من با موفقیت انجام شد. به همین راحتی ما تونستیم داخل صرافی توبیت ثبت نام خودمون انجام بدیم که بقیه آموزش هاشم در ویدیوهای بعدی قرار میدم. پس منو سابسکرایب کنید، لایک هم یادتون نره. خب شرایط دریافت 10 تترم اینه که هر شخصی بیشترین کامنت رو بذاره زیر این ویدیو و حتما کانالم ساب داشته باشه. و اینم بگم که کامنت هایی نذارید که به ضد کانالمون باشه. سعی کنید یک کامنت هایی بذارید که مثبت باشه. خب وقتی کسی که بیشترین کامنت رو بذاره زیر این ویدیو واجد شرایط میشه و میتونه 10 تتر رو برنده بشه. من میخواستم برای 1 نفر این کار رو انجام بدم، گفتم نه، 10 نفرش میکنیم که تعداد بیشتری بتونن درآمد خودشون رو شروع کنن. ولی سعی کنید همینطور الکی داخل این بازار پول نریزید و خوب آموزش ببینید و کسایی که بلدن ببینید خوب چی میگن، نکاتش رو یادداشت کنید، خوب تمرین کنید تا سرمایه‌تون از بین نره یه وقت. مرسی از اینکه همراه ما بودید.